شاید یه سوال جدی هم وجود داشته باشه که خب چرا به زودی، چرا به این سرعت همه چیز معادله عوض شد تو میدان؟ خب این برمیگرده به یک در واقع شاید تاریخ حدود 15 سال گذشته که خب این ارتش در جنگ طولانی بود، فشارهای متعدد جهانی بود، رژیم صهیونیستی جنایت‌های زیادی رو علیه اینا مرتکب شد، فشارهای زیادی رو آورد، مقدماتی رو فراهم کرد از این ور و از اون ور هم خب به طرف‌ها به در واقع مخالفین امکانات و تجهیزات مدرنی دادن که خیلی از کشورهای شاید پیشرفته دنیا می تجهیزات مدرن رو نداشتن. به همین دلیل دولت سوریه و ارتش و مردم تصمیم گرفتن در اینجا خیلی مقاومت نکنن. طبیعتا وقتی اینها نمیخوان خیلی مقاومت بکنن، شرکای اینها و حلفای اینها هم نمیتونن اونها عملا نقش جدی رو ایجاد بکنن. کشورهایی که حامی در واقع این جریان بودن توی مدت و حمایت کردن، خب هدفشون این بود که فشار جدی رو بشار اسد بیارن. جرم بشار اسد هم این بود که در جبهه و محور مقاومت بود. همکاران من هم تا دیشب 11 شب که در واقع دمشق بودن و سفارت رو ترک کردن و بعضی از اینها شاید بامداد رسیدن به خارج از مرز سوریه، به حمدالله ما پیش بینی کردیم و تقریبا هیچ یک از همکاران ما از دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی اونجا حضور نداشتن و اقدامات لازم و تدابیر لازم پیش بینی شده بود. چیزی که باقی مونده بود امروز مورد تعرض واقع شد، آسیب دید و خب این برخلاف قوانین بین‌المللی است. البته باید اینهایی که دارن این کشور رو به نوعی دارن حالا به قول خودشون دارن حرکت کردن و تصرف کردن، این پیش بینی‌ها رو باید می‌کردن که خب این پیش بینی رو اینا نکردن.